дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори нуҳум. дар паҳлӯи гулҳои садбарг кати чӯбине меистод. дар болои кат қолии сурхе, дар болои қолӣ ду курпачаи шоҳӣ. бузургхон сумкаашро дар назди кат ба замин монд. ҳамроҳаш низ сумкаашро ба замин монда ба сӯи хона равон шуд ва дар назди дар ки боз буд, боз истода ба даруни хона нигоҳ карда фарёд зад: рая, ҳӯй рая, ин ҷо биё, ман меҳмон. رموز زنانه و هوس نمایش دادن هنر خود است، چون که او آش خیلی خوب و لذیذ میپزد. بزرگخان که نیز نیمخیز شده بود این تبسم حلیمه را دیده باز به جایش نشست. حلیمه برنج آش را انداخت و به شعله رقاص آتش چشم دوخته به فکر فرو رفت. حلیمه خیلی بر وقت از پدر و مادر محروم می شود و در دست عمکش که مردی بیسواد جاهل و سربچه کم بضاعت بود به پایه می رسد. عمکش تا که از یک خورنده زیادتی خلاص شود او را در سن 16 سالگی به جوانی 21-22 ساله که به زنش خویشیگری داشت به شوهر می دهد. داماد اسب‌باز و چاوانداز اشدی بود. در روز سوم خانه‌داری زنی جوانش را پرتافته به دیهه چارباغ با بزکشی می رود و هنگام بز را از توده برآوردن از اسب پریده هلاک می شود. پدر و مادر بعد از چیل دادن داماد ناکام به عروس بدبخت می گویند که تو کلینی شوم و بی پای و قدم بوده ای
ما از دیداری شما بیزار، 4 طرفت قبله، به کجایی که خواهی رفتن گیر. و تمام جهاز عروسیش را کشیده گرفته تنی یک کرته چیتی نیم داشت از خانه بیرون میکنند. حلیمه که از این مرگ برمحل و نافرجام شوهرش نه کمتر از پدر و مادر داماد غمگین بود، این ناکسی و رذالت را دیده قریب بود که دیوانه شود. مگر عیبی اوست که شوهرش از اسب پریده مرد؟ مگر او التماس نکرده بود که زنی جوانش را پرتافته به آن توی لعنتی نرود؟ مگر دل او به شوهرش نمی سوزد؟ مگر او 38 شب و 38 روز خون نگریست؟ پس برای چی پدر و مادر شوهرش او را چون سگ زده از درگاهشان پیش کردند؟ حتی چیزهای عروسیش را هم ندادند. در چنین سرما تنی یک کرته چیتی نیم داشت که آن را هم از خانه عمکش آورده بود، از خانه پیش کردند. حلیمه به خانه حقیرانه عمکش برگشتن و نگاه های خصومت آمیز ینگه‌اش را دیدن نمیخواست. در این ازدواج مشؤوم و ذلیلت آور که در شب یکم و دوم بجز درد جانکاه و شرمندگی و خجالت و در 38 روز عزاداری بجز غم و کلفت و طعنه و ملامت چیزی دیگری ندیده است، محض ینگه‌اش را گناهکار می شمرد. آخر محض ینگه‌اش به او شوی یافت، محض ینگه‌اش او را به شوی داد، وگرنه شوهر کنی در یگان گوشه خیالش هم نبود. وقتی که از خانه شوهرش برآمد هنوز به یگان قرار نآمده بود. به کجا رفتن و چیکار کردنش را نمیدانست. فکرهای مختلف حزن‌آور یکی از پس دیگر حمله می آوردند. معینه کوچک و نورزیده او را گیج می کردند. وی کلویده کلویده به پیش می رفت و متصل زیر لب قرنگاز می زد. آه خدایا، خداوندا، من به تو چی بدی کردم؟ چی گناه کردم؟ چرا اینقدر عذاب می دهی؟ چرا برابری به دنیا آمدن از مادری مهربان و پدری غمخوارم محروم ساختی؟ مگر همه این به یک سری قاق من کم بود که باز به این بلا گرفتار کردی؟ ناگه دید که از دیه برآمده به لب دریا رسیده است. بر لب دریا به بالای خرسنگ نشست و باز به فکر فرو رفت. به این دنیای روشن آمده چی دید؟ تنها غم و کلفت و طعنه و ملامت. مگر از این زندگی مردن بهتر نیست؟ به آب نگریست. آخری تیر ماه بود. آبی سرد دریا موج زنان به جای می شتابید. در برابر به آب نظر افکندن تمام اعضایش لرزیده رفت. نه، فقط نه این طور، بلکه به طور دیگری با این دنیای پر از مهنت و مشقت پدرود گفتن لازم. با تدریج بیخوابی چندین شبه و کوفت غم و اندوه غلبه کرد. غنبش برد. ناگه شلوب بکرده به آب افتاد. آب یک بار سخت به آغوش کشید و بعد باز به بالا هوا داد. کلش از آب بیرون شد. حریصانه ششش را از هوا پر کرد و بعد با تمام قوت شیرراه زد. آبی دریا گویا از این شیرراست به خشم آمده باشد، باز به آغوش کشیده گلویش را سخت فشردن گرفت. ناگاه از چشمانش شراره جهید. آبی تیره و لایالود دریا روشن و مصفا شد. به اعضای بدنش یک خستگی و لاحظی حلاوت بخش پنگشت. بعد به چاه چقور و تیره و تار فرو رفت. آخرین فکری که در معینه اش برق زد این بود: مردن هم هیچ گپ نبوده است. وقتی که به خود آمد دید که پلتوی مردانه در تن در بالای ریگ خوابیده است. مرد در قریبیش از خس و خاشاک آتش افروخته لباس خود را خشکانده ایستاده است. ترسیده جسته از جایش خیست و پلتا را از کتفش پرتافت. در اول گریختنی شد، بعد از عزمش برگشت. پایهایش کرخت و بیمدار بودند. از دو سر دور گریختن نمی توانست. مرد دندانهای طلایش را درخشانده با مهربانی گفت: پلتا را پوش، خنک میخوری، کسل میشوی. نادانک. به اختیار پلتا را از زمین گرفته به کتفش پرتافت.
مرد ناشناس از آستین پالتو گرفته کشاله کنان به نزد گلخن آورده شیناند. بعد دستش را به کیسه پالتو انداخته از آن یک قطعه پاپیروس گرفته یک تاش را در گراند و دو سه قلاب کشیده زیر لب آرامگاه زد. اوه نادانک نادانک، چرا خود را به دریا پرتافتی؟ زندگی به دلت زد. و به جواب منتظر نشده سخنش را دوام دادن گرفت. در این سن و سال با این حسن و جمال، نادانک، زندگی بسیار شیرین است. زندگی کیفیت و لذت بسیاری دارد. تو همه این را پرتافته به کجا رفتنی؟ چرا اینقدر سراسیمه می شوی؟ همه با آنجا می رویم، فقط یکی پیش و یکی پس. غم نخور، نوبتی تو هم می رسد. پس سراسیمه شدن چی لازم؟ الحال از تراوت و ملاحت و زیبایی و نفاست این دنیا بهره بردن لازم. انا هو با آن ابرپاره نگاه کن، خودی برچه برین. وی با دست با ابرپاره سفیدچه‌ای که در آسمان لوندانه شنا میکرد اشاره نمود. انا به سرودی دریا گوش کن، گویا مادری مشفقی به پسرچه دوست داشتش الله میگوید. تو همه این را پرتافته به کجا رفتنی؟ ناگه حلیمه هنگاز زنان زار زار گریستن گرفت. وقتی که دلش از گریه خیلی سبک شد، سرگذشت مشعوم خود را به این مرد ناشناس و مهربان که برای او شده خود را به آبی سرد و تیره پرتافته است یک یک نقل کرده چنین خلاصه نمود. من به خانه عمکم برگشتن نمیخواهم. از طعنه و ملامت ینگه هم بیزار. از صبح تا شام کار میفرماید و یک برده نان میدهد و باز 100 بار طعنه میکند که من صغیره شوم و سرخور. میگوید که اگر صغیره شوم و سرخور نمیشدی برابری به دنیا آمدن سری پدر و مادرت را نمیخوردی. اکنون تماما روز نشان نمیدهد. آخر شوهرم خوش بچه ینگه هم بود. اشکان چشمانش را با آستین پالتو پاک کرده با تبسم محزون فکرش را جمع بست کرد. انا همطور امکی بیهوده از آب کشیده برآوردید. به من از چنین زندگی مردن به. و بعد از توقف طولانی پرسید اکنون من به کجا می روم؟ چی کار می کنم؟ نخواد غیر از امکت کسی نداشته باشی؟ نه. آنها خیلی وقت خاموش نشستند. آفتاب تیره ماهی از بین ابرها برآمده سخاوتمندانه نورپاشی میکرد. لباسشان قریب خشک شد. مرد ناشناس بیست پاپیروس میکشید. وی قطعه خالی پاپیروس را غیجم کرده به دریا پرتافته گفت میدانی چی؟ حلیمه بار اول بر روی نجات بخش خود نظر افکند. وی تخمینا مرد 40 ساله، عقاب بینی و سیاه چرده بود. به حلیمه علل خصوص تبسم و دندانهای طلایش معقول بودند. در عمر خود بار اول میدید که دندان آدم هم از طلا می شده است. چی؟ پرسید او از روی نجات بخشش چشم کنده و باز به زمین چشم دوخته. من هم تو بر این سرخور. من هم 2 سال پیش سری زنم را خورده بودم. اگر خواهی مرحمت در خانه من زندگی کردن گیر. شما بچه دارید؟ بله، 2 نفر. یکیش 17 ساله و دیگرش 14 ساله. تو باید از آنها یک عمر منتدار باشی. محض با شرافت آنها از مرگ نجات یافتی. من از چارباغ برگشته ایستاده بودم. به آنجا برای خبرگیری پسرهایم رفته بودم. حلیمه سر به پایان افکند. پسر داشتن این مرد به او معقول نشد، چون که عمکش هم یک پسر 19 ساله دارد. عمک بچه اش 2 سال آخر همین که حلیمه را در یگان کنج تنهایی میدید حرکت میکرد که با دستان عرقین و افلاسش به آغوش کشد و با دهان بدبویش از رخسارش بوسه کند. اگر حلیمه مقابلیت کند عمک بچه سخت میپوشید، میزد و ناسزا میگفت. آره، عمک بچه اش جوانی نحیف و ریزه پیکر بود و حلیمه میتوانست که به آسانی ادبش را داده ماند، اما از ترس ینگش و شرمندگی و خجالت این کارها نمیکرد. باز بچه های این مردک هم از همین قبیل نباشند.
مرد ناشناس گویا این فکر و اندیشه های او را پی برده باشد گفت: نترس، آنها به تو خلل نمی رسانند. آنها با پدر و مادرم در چارباغ، من اصلا چارباغی، 8 سال باز در زرگر مگزینچی. در خانه من تا فراموش شدن غم و اندوه و به خود آمدن زندگی میکنی. بعد یگان کار و سرپناه یافته میدهیم. اگر قطعیتان خواب نکنم نمیزنید؟ باز هم بیشتر سرش را خم کرده پرسید حلیمه. مرد ناشناس فهمید که در نزد او کودکی کم عقل و بی تجربه نشسته است. بنابراین با تبسم محزون و غمخوارانه پرسید: تو به چند در آمدی؟ به 16. وضعش را دیگر نکرده غرونگا زد حلیمه. اما امکم به رئیس جماعه پاره داده در کاغذهایم 18 کردند. تو را برای همراه خواب نکردن یگان کس زده بود؟ ها، شوهری رحمتیم. پیچی را زد حلیمه. در شب توی چنان با قمچین به سرم زد که حالا هم درد می کند. ای بیچاره. مرد ناشناس با ترحم سرش را سیله کرد. غم نخور، من تو را نمی زنم. به همراه خواب کردن هم مجبور نمی کنم. این گونه گپ ها در یگان گوشه خیالم هم نبود. تو هم این خیل گپ ها را از مینه‌ات دور کن. بعد از خیلی توقف علاوه نمود: اگر همسایه ها پرسند جیه نشان می شوم گوی. فهمیدی؟ جیه نشان. من تو را به خود دختر می خواندم، اما همسایه ها بچه های مرا می دانند. بنابراین ممکن است که هر خیل گپ و کلاچه شود. اکنون خیز رفتیم. مرد ناشناس او را به حولی خردکک و آزاده در آورده غرونگا زد. انا این حولی من. بعد خانه هایش را نشان داد. عمارتش از 2 خانه، 1 دهلیز وسیع و 1 آشخانه چه عبارت بود. در 1 خانه دیوان، 1 میز و چند ستول می ایستاد. خانه دیگر که به فرشش گلیم های قالی زیبا گسترده شده بود تنها 1 کتی وسیع چوبین داشت. حلیمه در عمر خود بار اول این خیل قالی های زیبا و این خیل خانه آزاده را می دید. وقتی که به این خانه در آمدند صاحب خانه سخنش را ادامه داد: انا این خانه تو می شود. اکنون به بالای کت برآو و دم گیر. حلیمه به پیشگاه خانه رفته به بالای کت نشست. کت ملایم و پروژه ندار بود. مرد ناشناس به سوی در روان شد، اما ناگه در نزد آستانه به قفا برگشت. ها، در واقع ما اکنون در 1 حولی زندگی خواهیم کرد، اما تا حال نام یکدیگر را نمی دانیم. نام من کریم. دوستانم مرا برای از دیگر کریم ها فرق کردن کریم مگزینچی یا کریم فسان می گویند. من می خواهم که تو مرا اکایی کریم جان گویی. اگر نخواهی تقا یا امک گوی. شد؟ حلیمه چنان خسته و بیمدار شده بود که حتی برای جواب دادن مجال نداشت. در این دقیقه تنها 1 آرزو داشت: این مرد سرجاق هر چه زودتر از خانه برآید و او خود را به آغوش خواب سپرده لحظه غم و اندوه این دنیای دون را فراموش کند. بنابراین زود با علامت تصدیق سر جنباند. نام تو چی؟ باز پرسید مرد ناشناس. حلیمه. غرونگا زد او و دیگر طاقت کرده نتوانسته خود را به بالای بستر هوا داد و در همان لحظه خوابش برد. وقتی که بیدار شد دید که در بالای کت در پهلویش 1 کرته اطلس، 1 پالتوی ماهوتی سرخ و 1 تفلیچه یلقاسی خوابیده است. در بالای کرته خدچه بود. حلیمه خدچه را حجه کنان خواند: حلیمه جان، همه این برای تو. لباس های کهنه‌ات را کشیده پرتای و اینها را پوش. در آشخانه در دک شوربا گرم کرده خور. اگر توانی قریبی های شام 1 آشپز. اکای کریم جان بگاهی باز 1 دسته لباس، 1 پتیفان و 1 چند قرطه آورده گفت: انا تا که در خانه 1 کو تنها زق نشوی پتیفان آوردم. و چه خیل ماندنی پتیفان را نشان داده علاوه نمود: 1 جوره هم در دوشنبه رئیس ارتل دوزندگی شده کار می کند. من خودی همین روز به او مکتوب می نویسم.
همین که جوابش آمد من تو را به آنجا برده میمانم. هم کار میدهند و هم جای خواب. هیچ کس به تو منت و علت نمی کند. هم کار میکنی هم میخوانی. خوانده آدمی کلان میشوی. اکای کریم جانت را نمیشناختگی میشوی. نه، من نغزی شما را اصلا فراموش نمی کنم، جواب داد حلیمه و از دل گذراند. خودت را کشی هم به دوشنبه‌ات نمی روم. اگر از خانه‌ات پیش کنی، اگر تو هم یک برده نان را از من دریغ داری، باز به خانه عمکم می روم. زنند هم، کشند هم میلش. آنها همراه خوراک شام خوردند. اکای کریم جان تعریف کرد. قندت زن، کدبانوی خوب بوده ای، آش نغز می پخته ای. این تعریف اکای کریم جان به حلیمه معقول شد. به گناه های ظاهرش سرخی دمید. این یکمین تعریفی بود که حلیمه در عمر خود می شنید. وی غم و اندوهش را فراموش کرده تبسم کنان به آشخانه رفته چای دم کرد. آنها چای نوشیده از 4 طرف صحبت کردند. صحبتشان تا یک پاس شب طول کشید. در آخر صحبت به نظر حلیمه چنین می نمود که این مرد خوشمعامله و مهربان ناشناس یک عمر به او شناس است. قریبه های نصف شب اکای کریم جان به صحبت خاتمه داد. خیر، صحبت باقی. باز پگاه صحبت میکنیم. اکنون به خانه‌ات رو و خواب کن. من فردا باید رسا ساعت 8 در این مگزین را کشایم. میفهمی؟ رسا ساعت 8. بنابراین ساعت 7 از خواب خیستن لازم. پگاهی وقتی که حلیمه از خواب برخاست، اکای کریم جان الکی ناشتا میکرد. وی از دری کشاده حلیمه را که برای دستروشویی بروی حولی برآمدنی بود دیده با تبسمی مهربانانه گفت: زود دست و رویت را شسته بیا، چای می نوشیم. آنها با نشالله و مربا و گوشت یخنی ناشتا کردند. بعد اکای کریم جان پرسید: من تو پخته می توانی؟ حلیمه حیران شد. من تویش چی؟ نخواد در عمرت من تو را ندیده باشی، پرسید با تأسف اکای کریم جان. خیر، هیچ گپ نه. روزی استراحت خودم پخته نشان می دهم. من در این 8 سال بی‌عائلگی به چنین چیزها استا شدگی. امروز برای چاشت یک شوربای سرگوشت و سرمرچ میپزی. همه مصالح در آشخانه. من رسا ساعت 2 می آیم. هر باره که اکای کریم جان به خانه بر می گشت، حتما همراهش تحفه می آورد. یا یگان لباس، یا گوشواره و یا مهره. بعد از 1 ماه لباس و اسباب زینت چنان بسیار شد که اکنون حلیمه جای ماندن نمی یافت. بنابراین چنان که در دهات نوعروسان می کنند، به 2 کنج خانه میخ زده تار کشید و تمامی کرته و رویمالهایش را به بالای آن پهن کرد. اکنون جهازش از جهاز عروسیش هم بهتر و بیشتر بود. اکنون به نظرش چنین می نمود که خانه عمکش 2 روزه شوداری و 38 روزه عزاگیریش هیچگاه وجود نداشتند. همه این را در خواب مشعوم و مرموز دیده است. اصلا در خانه عمکش زندگی نکرده است. اصلا شوهر هم نکرده است و 1 عمر با اکای کریم جان، با این مرد مشفق و مهربان و دستگشاد و سخاوتمند زندگی میکرد. هیچگاه کلینچک نبود و اکنون کلینچک خواهد شد و نسبت او یعنی شوهر شونده او محض همین اکای کریم جان است. بیگاهی وقتی که اکای کریم جان از کار برگشت، حلیمه از دستش گرفته به خانهش در آورد و با یک ذوق و شوق کودکانه خانهش را نشان داده گفت: اکنون خانه من خودی خانه کلینچک برین. حتی در وقت کلینچک بودنم اینقدر جهاز نداشتم. اکای کریم جان بار اول از کتفانش آغوش کرده با تبسم محزونانه گفت: ای نادانک من، ما آدمانی مدنی هستیم و به ما لباس خود را به نمایشگاه گذاشتن نمی زیبد. آخر این خانه خواب است، نه نمایشگاه. خودی فردا من به تو 1 شفنیر و استال و ستول خریده می دهم. حلیمه که تمام روز با مهر و محبت خانه خود را می آراست، بسیار می خواست که خانهش به خانه کلینچک مانند شود. باوری کامل داشت که اکای کریم جان خانهش را دیده او را تعریف و نوازش خواهد کرد و بعد
بعد اکای کریم جان با او آن کاری را که شوهری مرحومش در 2 شب عایله‌داریشان میکرد تکرار خواهد کرد. چرا وی به اکای کریم جان نیگوید؟ آخر چه خیلی که ینگش پیش از تویش گفته بود این کار از حضرت آدم و ماما حوا میراث ماندگی. خاطر او را فقط یک چیز مشوش میکرد. آخر او زنی شرعی اکای کریم جان نیکو. انا بجای همه این طعنه و ملامت و گپهای گوش ناشنیده مدنی، نمایشگاه و شیفنیر. در حقیقت هم حلیمه این کلمه ها را بار اول می شنید و به معنای آن سرفهم نمی رفت. فردا اکای کریم جان چیزهای وعده کردگیش را آورد و از آنها چخیل استفاده کردن را نشان داد. به حلیمه یگان طی آنها معقول نشد. وی به ستول عادت نکرده بود و در بالای آن زیاده از 10 دقیقه نشسته نمی توانست. شیفنیر هم که همه لباس او در درون آن نهان بود معقول نشد. اما تار به او معقول بود، چون که هر کسی که همین که از در آمد چقدر جهاز داشتن او را دیده می توانست. به حلیمه تنها آینه برقد شیفنیر معقول شد. وی در عمر خود بار اول این خیل آینه بزرگ را می دید و از پگاه تا بگاه خود را در آن تماشا می کرد و حتی بعضا خانه روبی و خوراک پزیش را فراموش می نمود. باز 2 هفته گذشت. اکای کریم جان به مانند پیشتره غمخوار و مهربان بود. هر روز هدیه می آورد. هر شب از دیده و شنیده هایش از مملکت و مردمان گوناگون، از عرف و عادت و خلق و اطوار آنها حکایت ها می گفت. از این روایت ها به تدریج چشمان حلیمه گشاده می شد. وی فهمید که دنیا خیلی عظیم است و در آن آدمان گوناگون صورت و گوناگون زبان و گوناگون خصلت و گوناگون طبیعت، کوه‌ها و شهرهای عظیم و دشت و بحرهای ناپیدا کنار خیلی بسیارند و زندگی از مبارزه خیر و شر عبارت است. در این مبارزه خیر باید حتما به شر غالب آید وگرنه دنیا کیها خاک و تراب می شد. حلیمه روز تا روز با اکای کریم جان بیشتر انس می گرفت. اکنون اگر او ساعت دیر می آمد جای نشست نمی یافت، چون موی در آتش به خود می پیچید. به نظر حلیمه همه خلق و اطوار کریم جان محسن و پسندیده می نمود به جز یک خصلتش. هر هفته 1 یا 2 بار تا ساعت 1 یا 2 به کجای غیب می زد و بعد کلویده به خانه می آمد و بعضا حتی لباسش را نکشیده خود را به بالای دیوان هوا داده به خوراکشی می در آمد. در چنین شبها بسیار سلفه می کرد، بسیار آه می کشید، بعضا پست فیق کنان گریه هم می کرد. حلیمه در چنین شبها بسیار می خواست که به نزد اکای کریم جان رفته کله او را به آغوش کشیده سخت به صندوق دل زیر کند و چون مادر، چون خواهر و چون زوجه برایش الله گفته دلش را تسکین دهد، اما شرم و حیا پیش راهش را می گرفت. بار اکای کریم جان کاستوم سیاهش را پوشیده گالستوک می بست. حلیمه این کاستوم و گالستوک را که آن را در دل طوق لعنت می نامید از بلا هم بدتر می دید. بسیار می خواست که آنها را بر روی حولی برآورده و با بالایشان کراسین ریخته علو سر دهد، زیرا همین که اکای کریم جان این لباسش را می پوشید تا ساعتهای 1 و 2 غیب می زد. در چنین شبها در حولی یکه و تنها زیغ می شد. به بالاکاری این خوابهای بد می دید. در خوابش مرحوم شوهرش از پکی تعقیب می نمود، قمچین کاری می کرد و دشنام می داد. بعضا خواب می دید که باز در خانه افلاس و حقیرانه امکش اقامت دارد. امک و ینگش در صحرا در کاری کلخاست، در یک حولی کلان و بدواهمه وی و امک بچهش تنها. امک بچهش گرداگردی حولی او را تعقیب می کند. بعد از تعقیبی بسیاری از قفا از 2 میله‌اش داشته به زمین افکندنی می شود. حلیمه از شدت درد و ترس و واهمه چراس می زند. همسایه ها را به امداد دعوت می کند، اما ناگاه بیدار می شود و می بیند که همه این در خواب است و او در خانه تازه و آراسته اکای کریم جان در بالای کتی ملایم و کورپچه شاهی خوابیده است.
حلیمه به جرأتانه به اکه کریم جان نزدیک شده و به زمین چشم دوخته غرونگاز زد. اکه کریم جان، من از شما یک التماس دارم. اکه کریم جان که گلستوک میبست با تعجب به او نظر افکند، چون که حلیمه در ظرف 1.5 ماه باری اول نامش را به زبان می گرفت و باری اول با چنین سخنها مراجعت می کرد. خوش، گپ زن، چی التماس داری؟ امشب به هیچ جای نروید. نه آهو بر من، با تبسم جواب داد اکه کریم جان. من هر گونه التماسی تو را اجرا می کنم، اما اینش را اجرا کرده نمی توانم. برای چی؟ پرسید حلیمه ابروانش را چین کرده. برای آنکه به رفیقانم وعده دادم. قول مرد باید 1 تا باشد، میفهمی؟ 1 تا. حلیمه قرار داد که آخرین و اساسی ترین تدبیر خود را به کار برد. شما امشب به هیچ جای نمی روید، گفت او با قطعیت. من می خواهم که شما امشب مرا به ایجاب خود درآرید. روید و یگان ملا یافته بیایید. با اکه کریم جان چنین می نمود که کاسه سرش به آسمان پریده رفت و مغز سرش لخت و عریان شد و چند لحظه در جایش کرخت شده ماند و بعد به خود آمده با قهر و غضب بانگ زد. چی؟ من تو را به ایجاب خود درآرم؟ تو دخترک عقل داری؟ آخر من به 40 و تو به 16. تو به من دختر می شوی؟ می فهمی؟ دختر؟ حتی پسری من از تو کلانتر است. و بعد از جهل فرآمد و به بالای استول نشست و به استول دیگر اشاره کرده فرمود. شین، کمتر گپ زنان میکنیم. بعد از کیسه‌اش 1 پاپیروس برآورده درگیراند. حلیمه از اکه کریم جان هم بیشتر حیران بود. باوری کامل داشت که اکه کریم جان تکلیف او را با شادی قبول خواهد کرد. وای باشد به جای شادی به سرش دوغ میزند. نخواد اکه کریم جان او را دوست ندارد. پس برای چی در خانهش نگاه می‌دارد؟ پس برای چی اینقدر تحفه‌های زیبا و گرانبها می‌آورد؟ حلیمه دختری دیهاتی بود. در دهه آنها چنین عقیده حکمران بود. مادامی که 1 زن و 1 مرد در 1 خانه و یا در 1 کنج خلوت مسکن کردند، آنها حتما با 1 کاری ناشرعی مشغولند. بنابراین او چنین عقیده داشت که اگر به جای اکه کریم جان یگان مرد دیگر میشد، کیها یا به زوری یا به زاری از او کام دل می ستاند. مگر وی کودک است؟ مگر وی خلق و اطوار مردان را نمی داند؟ مگر در وقتی در خانه عمکش زندگی کردن از زبان ینگش دوگانه او و همسایه زنها درباره خلق و اطوار و تعرض و دست درازی مردها بس نقل و روایت نشنیده است؟ مگر حتی عمک بچه فسین و بوین دهانش بارها به وی دست تعرض و تجاوز دراز کردنی نبود؟ مگر شوهر رحمتیش در شب 1 عروسیشان برای با او قرابت کردن راضی نشدن با تازیانه به کلهش نزد؟ بله زد. حالا هم دردش از خاطرش نرفته است. پس برای چی اکه کریم جان نمیگوید؟ خیر اگر از ایجاب کردن ترسد، بیگذار هم تو خواب و خیز کرده گردد. فقط در این شبهای تیره و تار و دور و دراز در این حولی یکه و تنها نگذارد. بس اکه کریم جان پاپیروسش را کشیده و دمچه‌اش را از تیرزه به بیرون پرتافته به گپ شروع نمود. در خاطر داری؟ باره گفته بودم که در دوشنبه 1 جوره دارم. خوش، انا همون جوره هم رئیس ارتل دوزندگی. انا به وی مکتوب نوشته بودم. 1-2 روز پیش جوابش آمد. خوش، من فردا روز استراحت تو را به آنجا برده میمانم. کار میکنی، میخوانی، آدمی کلان میشوی و یگان آدمی به خودت مناسب را یافته میگیری. بعد به من رحمت میگویی. آخر سینی من. خون به مینه حلیمه زد. انا گپ در کجا؟ وی را برده به دست جورش سپردنی؟ وی را به غربت و مسافرت افکندنی؟ نه، وی هیچگاه به این راضی نمی شود.
از گرسنگی مرد هم از زادگاهش بیرون نخواهد شد. ناگه با چشمانی شرربار جسته از جایش خیست و مدهوشانه تیز و تند دری جوان را کشاده همه چیزی درونی آن را به فرش خانه هوا دادن گرفت. ما گیر، به من هیچ چیزت لازم نیست. من از چیزهایت هم بیزار، از خودت هم، از جورت هم. گیر، سرت خورد، کفنت شود. من با یک کرته آوردگیم باز به خانه عمکم می روم. زنت هم، کشت هم، میلش. بعد خود را سرازیر به بالای کت هوا داده هنگاز زنان گریه کردن گرفت. شانه های قاق و باریکش چون دمی آهنگری متصل پست و بلند می شدند. اکه کریم جان از خروج و قهر و غضب حلیمه سخت حیران بود. نخواد این آهو بره او را اینقدر دوست دارد، نخواد با او اینقدر انس گرفته باشد. این او را هم خرسند میکرد و هم مشوش. برای آن خرسند میکرد که آهو بره میتوانست زندگی یک رنگ و یک نواخت او را دلکش و مزین کند. برای آن مشوش میکرد که آهو بره خیلی جوان، ساده و بی تجربه بود و از پستی و بلندی و گرمی و سردی دنیا خبری نداشت. بغیر از این آیا مردم نمیگویند که کریم جان مگزینچی، کریم جان فسان که همه او را آدمی پاک وجدان و پاک دامن و مدنی و روشن فکر میپندارند، آدمی فاسق و پست فطرتی بوده است؟ بله میگویند. پیش از همه رفیق جانی و هم قده دائمیش تورقل کاشانگی طعنه خواهد زد. ناگه قیافت و تبسم تمسخرآمیز تورقل به پیش نظرش جلوگر شد و سخنان کنایه آمیز او بر علا به گوش رسید که می گفت: ملا کریم، به شما چی شد؟ شما آدمی دوپه درست بودید کو؟ باز این پیری و خرتازی؟ خیر، گپ و کلاچه و طعنه و کنایه مردم را هم صرف نظر کردن ممکن. جانی گپ در این نیست. جانی گپ در دیگر جاست. وقتی که آهو بره کلانتر و تجربه دارتر شد، چخیل رفتار خواهد کرد؟ انا جانی گپ در کجاست؟ تا آن وقت ممکن است بچه کچه دار شوند. آیا در آن وقت تفاوت سن و سال باعث جدایی یا یگان فاجعه از این هم بدتری نخواهد شد؟ آره، آهو بره لقمه لذیذ است. با وجود این دل او را از خود خنک کننده، نجابت و فراست و پاک فطرتی و روشن فکری خود را باز یک بار دیگر ثابت نموده، زندگی مجردانه آزاد و بی قید و بند خود را دوام دادن و خود را از غم و غصه و فاجعه احتمالی ایمن ساختن بهتر نیست؟ خدا را شکر او لذت عائله داری را چشید و شادی و فرح فرزندداری را هم دید. گل بر این دو پسر دارد، پس به سر قاق او اینقدر تشویش چی لازم؟ گریه حلیمه مینه او را گیج طاقتش را طاق می کرد. نمیماند که محاکمه اش را به آخر رسانده خلاصه منطقی برآورد. چنان خلاصه برآورد که آن هم وی و هم آهو بره را خوشبخت گرده تواند. هرچند زور زد به خلاصه آمده نتوانست. از جایش خیست و به نزد کد رفته موی حلیمه را نرم نرم سیله کردن گرفت. گمان میکرد که با این طریق آهو بره را رام خواهد کرد. برعکس، گریه حلیمه باز هم بلند و شدیدتر شد. اکه کریم جان او را به پشت گرداند. اشک با رخساره‌اش شاریده به بالای گردن باریک و لاغرش میریخت. ناگه دل اکه کریم جان از رحم و شفقت لبریز شد. وی خم شده اول چشم و ابرو و بعد رخساره و گردن حلیمه را بوسیدن گرفت. لبانش احساس میکردند که اشک شور است. بله، اشک شور است، چون که اشک است. گریه حلیمه پسنده شد، فقط گاه گاه از گلویش صدای حق حق بیرون میشد. اکه کریم جان تکرارن چشم و ابروانش را بوسیده غرونگاز زد: خیر بس، تو را به هیچ جای نمیفرستم. خیر بس شد. وقتی که گریه حلیمه قطع شد، اکه کریم جان از دستش کشاله کنان از جایش خیزانده مهربانانه گفت:
خیر، من امشب به هیچ جای نمیروم. دست و رویت را شوی و یک چای مان. بعد کمتر صحبت میکنیم. حلیمه چای دم کرده آورد. اکنون از زمین چشم نمیکند. برای بروی اکه کریم جان نگاه کردن جرأت نمیکرد. آنها تا یک پاس شب از این طرف و آن طرف صحبت کردند. در آخر اکه کریم جان چنین خلاصه نمود: من در این مدت با تو خیلی انس گرفتم. تو را خیلی دوست می دارم. با وجود این تکرار می کنم، من به 40 در آمدگی و تو نو به 16. و چون دید که قیافه حلیمه باز تیره گشت، سراسیمه‌وار علاوه نمود: خیر قواقت را نگیران. من به تو باز یک هفته مهلت می دهم. نغزک فکر کن. اگر از عزمت نگردی، بعد یک تویچه کرده خانه دار می شویم. با همین در آن شب صحبتشان به آخر رسید. بعد از یک هفته وقتی که کریم جان از کار به خانه برمی گشت، از تیریزه دید که در خانهش 2 مرد و 2 زن نشستند. این را دیده حیران شد. در اول گمان میکرد که خویشاوندان حلیمه برای گرفته بردن او آمدند. این اکه کریم جان را یک درجه خرسند کرد. بگذار آه و بره در خانه خویشاوندانش زندگی کرده گردد. بعدها یگان مناسب خود را یافته میگیرد. درد سر او هم کم می شود. وقتی که در را گشود، ناگه از پیشش حلیمه برآمد. از افتکار او مخصوص در پیش در راه اکه کریم جان را پاییده می ایستاد. حلیمه خود را به آغوش اکه کریم جان انداخته پیچیراز زد: مرا جنگ نمی کنید. اکه کریم جان باز هم بیشتر حیران شد. برای چی؟ من امک و ینگم و ملا تردقل و زنش را به خانه دعوت کردم. به زمین چشم دوخته خجالتمندانه پیچیراز زد حلیمه. امک و ینگت خیر میلش، گفت اکه کریم جان متفکرانه. اما ملا تردقل و زنش چی لازم؟ ناگه شوریده رفت حلیمه. چی لازم می شد؟ میخواهم که ملا تردقل ما را نکاح کند. فهمیدید؟ و بعد از اندک توقف با خصومت پرسید: یا شما راضی نه؟ اکه کریم جان او را سخت به سویش کشید و سخت به صندوق سینه‌اش پخش کرد و باری اول از لبانش بوسه گرفت. بعد از آغوشش سر داده مهربانانه گفت: خیر آهو بره من، بگذار خواست دل تو شود. لیکن پیشکی آگاه کردن لازم بود. تیاری می دیدیم، یگان تویچه می کردیم. هیچ گونه تویچه پویچه لازم نیست، گفت حلیمه ناگه محزون و غمگین شده. ناگه به خاطر آورد که او زن شوهر مرده است و مردن شوهرش را 9 3 ماه شده است و این کارهایش چندان خوب نه. خیر اگر لازم نباشد لازم نه، گفت اکه کریم جان که از این فکر و خیال حلیمه آگاه نبود. اکنون رو زود یک آشپز. آش دم کردگی، ورنگاه زد حلیمه. آنها 2 ساعت باز در اینجا نشستند. به دلم زدند. از رهپایی کوکی چشمم کنده شد. چرا امروز اینقدر دیر کردید؟ مفتش آمده بود. بقیه مال مگزین را حساب کرده برآمدیم. خجالتمندانه جواب داد اکه کریم جان و ناگاه از دروغگویی خود شرم کرد. 2 ساعت با جورهش تردقل عرق زده کیف می کرد و در این وقت آهو بره چشم در راه او بود. مگر این شرمندگی نیست؟ الکه پرسکاوشون به دلم زد. پیچیراز زنان سخنش را دوام میداد حلیمه. عجب مردمی فاسق و خدا بخبره. گپشان یکتا. این مردک را از کجا یافتی؟ قطیت خواب میکند یا نه؟ همین قدر میگویم که نه، ما در خانه های علاهیده خواب میکنیم. هیچ باور نمیکنند. و با جهل خلاصه نمود. همه را خودشان بر این گمان میکنند. آنها چند لحظه در دهلیز تاریک خاموش ایستادند. بجز از گوب زدن 2 دل صدای دیگری به گوش نمی رسید. حلیمه اکه کریم جان را به سوی در خانه تیله داده گفت: خیر به نزد آنها درآیید. فقط گپ را بسیار نکنید. به این هم به دلم زدند. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید.
анҷоми гуфтори нуҳум